تاقی را که سر کردیم اول سیاه دوزیش سر میکنیم، رشته سیاه قطی میدوزیم، بعد ایره سرخ قطی میدوزیم. همون آدمای قدیم هم میگفتن که زرچه آخران بدوز هنوی چهره دختت خشروی میبرویده. من خیلی کمی حواس میکردم، میگفتم که کاش که من این کارا را یاد بگیرم. بافتن ای سینی 18 سالگی. بعد من تا حاضر دختر استم من میخیل هر کسی مثال یگان بگوید که ما را بدوز لکاز بکنم من میدوزم. من یک گلش که خطا اومد بعد ایروی وی اگر بدوزی او همش خطا میبیاید. مجبور که مو یک خطا شد او را باید بکنی با راست بکن. یک کمپلیکت خیلی یک ماه زیاد میره تا 40 روز یا 50. خب بعض وقت هست که وقت نمیابن 2 ماه ده 2 ماه ده میدوزم. یک دخترم من همی کمپلیکت رو همه برای تویش دختگیم با برای 3 بچه برای همون تویشون خیلی دختم. هر کس خودشون که خیلی رنگ نغز دیدن همون خیلی زکاز دادم همون خیلی دختمشون دادم. حاضر مردم ما فقط بسیارتر کاری دستی را میفرمایند. این کار دستی این کاری مثل پخته، کاری حلال، مثل کاری ارگینالی. من همین جورابی که چندین بر وقت دوره های قدیم بیبی های ما می دوختن، ایره رمزی آریایی میگن. برای ما ایره میگیم که گم نشده دوره های بیبی ها ما این رسم حاضر دوام داده دخته استیم.